این وقتی که دارم با این دوربین نگاه میکنم، وقتی که خیلی زوم میکنم، انگار چشام مثل شامه یه سگ قویه، قشنگ تو عمق یک چیز نفوذ بکنه و بگرده. خیلی اتفاق این چند وقت افتاده، ولی دوست دارم 1000 تا ارتباط میتونم بینشون به وجود بیارم. میگفتش که هنر به عنوان بیان، میگه که یه نظریه از کالینگوود داره، میگه که وقتی شما یه حرفی رو میزنید که یه احساساتی در درونتونه و نمیدونید چیه، وقتی شروع میکنی به بیان کردنش، یهو میبینی که مخاطب این حرفت انگار خودتی. دیدی وقتی یه چیزی رو میگی بعد انگار متوجهش میشی؟ براتون پیش اومده؟ همیشه قبل از اینکه بگی متوجهش میشی میگی؟ نه، یه سری وقتا میگی بعد متوجه میشی چقدر این به لایف فعلا فکر کنم کافیه دیگه، میتونی قطعش کنی.